ای مردم، شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما با احتیاج می آید یا وقتی می خواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تصعر خدک للناس. این مردم هم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمیداند در این بحر عمیق، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. کسی نمیداند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدم بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبت وی گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، با سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد. مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار میتد خودش را با یک تواضع نشان میداد، حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفت تو این چنان راه نگرد. گفت این گردن خمی که تو الک گردن خم کردی یا این حالت قدمهای ناخوبی که تو میزنی، این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمریض. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا این که اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد لا يدخل الجنة، گفتم پیغمبر، وارد جنت نمی شود.